این جوان میگوید از ترس ابله یا سرباز شکار میترسد به کوچه برآید. او گرفتار ویچ است و قانون دعوت او را به خدمت حربی منع کرده است، ولی بار سیوم است که او را مجبورند به کمیسریات حربی میبرند. در آنجا به بیمار بودن او باور نکرده طلب میکردند از تشخیص گذرد. با من گفتم که هم بیماری دارم، ممکن نیست چه خیلی بیماری. با من گفتم که این گفتم مقصد از یک بی من باید نگویم، گفتم نمیخوام، گفتم پروسه نمیخوام که گویم، گفتم باید کنم اشکال کنم سیم خود باید کنم دقیقا معامله کردن داشنام کردن به ایزت نفس شدم رسید باید کرد. انا بعد من با گفت که من هم خیلی که وای به مرکز سپید با کار کرده که من میدونم خوب وای انا یکم باشد مقصد چی باشد بیام ما تو تحلیل خونی میگیریم، تو اثبات میکنی که هم خیلی کسلی داری. انا بعد ما چه جواب میتیم بافتم که بهتر از گفتم زن تون مرکز سپید نایک من زندگی میکنم. این جوان 4 سال پیش در روسیه به ویروس ویچ سرایت یافت. خانواده‌اش از بیمار بودن او خبر نداشتند. میگوید برخورد کراهت آمیز جامعه تاجیکستان او را وادار کرد بیماریش را پنهان دارد. برای همین چند بار از دادن تشخیص در کمیسریات ها خودداری کرد. یک کسش من کرد گفت که چی تو گفت چرا همین کسلی با گیفتوری شدی گفتم من گفتم که نمیدونم، گفتم من خودم نمیفهمم، گفتم نمیدونم. گفتم گفت که مرده کتی هم خوبه ای کرگی و کتی گفت با من یکون بچه گفت مقصد من داری یکون خیلی من گفتم که نه ندارم. گفتم بچه خیلی گفت نه من گفتم که چه خیلی گفتم هم خیلی یمی اخیران بار کم گفتم فیلاسی با گفت که حوزی وای کن اورول گفت اورول گفتم وای کرد آمد همونم چی گفتم من نمیرسم که وای مرک نداشته فرما نداشت. انا با گفتم که همون با فهمان گفت که برگفت این سنج گفت وای کن. انا با رفتیم همونجا با یک میز بود تگش با اوینه موندگی. انا گفت که کاش گفت لیواسو تا وای کن گفت بعد گفتم که مایلا که اونجا با چند کسی یاد بود. با گفتم که خیلی اقلام شما گفتم رو پیانی مکن که مردکه گفت که جای مردکه گفتم وای خیلی دختوره که هم خیلی نگاه کده های سودایده که گفت ده حیات شده ما یکم رو دسته. از این طرف را کمیسریات حربی ناحیه سینا و در طرف دست راست من باشد کمیسریات حربی ناحیه فردوسی جایگیر شدند. جوان همصحبت ما ادعا دارد که او را از نزد بیمارخانه قریه بالا ابله کرده به یک از این کمیسریات ها آوردند. در کمیسریات حربی ناحیه فردوسی از شرح مسئله خودداری کرده و گفتند مسئله را از وزارت مدافعه پرسیدیم، ولی در دفتر مطبوعات وزارت مدافعه هم به سوالهای ما پاسخ ندادند. در کمیسریات حربی ناحیه سینا باشد یک مسئولش در صحبت بدون میکروفون گفت در پیشانی جوانها نوشته نشده است که آنها گرفتاری کدام بیماری هستند و وقتی آنها را به کمیسریات آورده تحقیق میکنند و اگر واقعا جوان گرفتار یگان بیماری باشد او را جواب میدهند. دلربا صمدوه و همکارانش چند سال است به حمایه حقوق دعوت شونده ها و سربازان مشغولند، اما ابله و جوان گرفتار ویچ برای آنها حادثه نو است. حامی حقوق یک راه حل مسئله را چنین می‌بیند. هر یک شهروند باید که خودش پیش از دعوت وقتی که به سن دعوت میرسد از معاینه طبی گذشته اگر گرفتاری کسلی باشد اگر حجت‌های لازمه را جمع آورده به کمیسریات حربی پیشنهاد نماید. از این لحاظ از این دعوت فرنده برمی آید که باید که پیشکی حجت‌ها را سپاریده در همون کمیسریات حربی جای زیستش باید که و از رویخط دعوت شوندگان برآورند، یعنی دعوت نکنند. البته باید که خبر دهد که در همون کمیسریات حربی جای زیستش معلومات ها پیشنهاد کرده شدند و غیر قابل خدمت حربی اعتراف شده آزاد کرده شده است. از این جوان پرسیدیم که چرا حجت‌های بیماریش را به کمیسریات جای زیستش پیشنهاد نمی‌کند. پاسخش چنین بود: چند بار مراجعت کردم که مقصد وای کنیم، مقصد من با همون سپراف کمتیم روی کردم وای کمت با مرکز روی کرد وای کمت با بعد وای کمت چی گفت که میروی گفت پاکیزه هم تحلیل خون و یود هم گفت اشکار میکنی. بعد تو با گفت مقصد وای میکنیم گفت نه مقصد همون چی میگد حجت تایید میکنیم که در قطعا ها تو بیمار هستی
мақсад вайда чхебум негодичный, да, мақсад не годишься служить в армии, да. Мақсад война мекунда, хизмат намекунда, мақсад амхе вай метем гуфтам, ҳуҷҷат метем гуфтам. Ана баъд ман дудила шудам, ҳамун коғазшона гирифтам, буромадам. Мақсад медонистам ки бисёр ҳамун кормандои военкомат шиносуваян. Ана гуфтам ки не, нӯши дар кор нест, гуфтам ҳамун ҳуҷҷатшонам ваёшонам дар кор нест. баъд буромадам рафтам, дига муроҷиат накардам. بیماری این جوان طبابت نشونده است. میگوید همین چیز برای او کافی است و تحمل تحقیر و آزار لفظی دیگران را ندارد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.